خلاف واقع را نسبت به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دم به دم منتشر میکنن. همین چند روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا نطق میکنه درباره مسائل هسته‌ای ایران، جوری حرف میزند که انگار اختلاف بین ایران و آمریکا این است که ایران میخواد سلاح هسته‌ای درست کنه، میگه ما تا جایی که بتوانیم نمیگذاریم ایران سلاح هسته‌ای درست کنه. خب اگه ما میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، شما چطور میتوانستید نگذارید؟ اگر ایران اراده میکرد که سلاح هسته‌ای داشته باشه، آمریکا به هیچ وجه نمیتوانست جلو او رو بگیره. ما نمیخواهیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، نه به خاطر اینکه آمریکا از این ناراحت میشه، عقیده خود ما اینه، اعتقاد داریم سلاح هسته‌ای جنایت بر بشریت است و نباید تولید بشود، اونی هم که هست در دنیا باید محو بشود و از بین برود. این عقیده ماست، به شما ربطی ندارد. اگر ما این عقیده رو نداشتیم و تصمیم میگرفتیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، هیچ قدرتی نمیتوانست جلوی ما رو بگیره، همچنانی که در جاهای دیگه هم نتونستن بگیرن. در هند نتوانستن بگیرن، در پاکستان نتوانستن، در کره شمالی نتوانستن. مخالف هم بودن، اونام سلاح هسته‌ای درست کردن. اینی که ما نمیگذاریم ایران سلاح هسته‌ای درست کنه، این یک تقلب در حرف زدن است. مگه بس سر سلاح هسته‌ای است؟ در قضیه هسته‌ای بحث بر سر سلاح هسته‌ای نیست، بحث سر این است که یک حق قطعی و مسلم ملت ایران که غنیسازی هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از توان داخلی خود ملت ایران، شما میخواید جلو اینو بگیرید. البته این رو هم نمیتوانید و ملت ایران کار خودش رو، اونچه که حق خودش هست اون رو انجام خواهد داد. ببینید غیر منطقی هستند آمریکایی ها، دولت مردان آمریکایی غیر منطقی حرف میزنند. با گفتگو کننده غیر منطقی نمی شود انسان بنشینه به اتکاء منطق حرف بزند. خب او غیر منطقی است. غیر منطقی یعنی زورگو، یعنی حرف بی خود بزن. این حقیقتی است، واقعیتی است که ما در طول این 30 سال در برخورد با قضایای گوناگون جهانی اون رو به روشنی دریافتیم. این رو میفهمیم طرف مقابل ما کیست و چجور باید با او رفتار کرد. نکته دوم، بحث مذاکره رو پیش کشیدند که ایران بیاد بشینیم مذاکره کنیم. همین رفتار غیر منطقی در این دعوت به مذاکره هم وجود دارد. اونها غرضشون حل مشکلات و مسائل نیست که من حالا بعد توضیح خواهم داد. غرضشون یک کار تبلیغاتی است برای اینکه به ملت‌های مسلمان نشان بدن که ببینید این نظام جمهوری اسلامی بود، با اون سرسختی، با اون ایستادگی، عاقبت مجبور شد بیاد باب مصالحه و گفتگو رو با ما باز کنه. وقتی ملت ایران اینجوره، شماها چی میگید دیگه؟ اینو به ملت‌های سر برافراشته مسلمان که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی اینها نسیم بیداری وزیده است و احساس عزت میکنن به خاطر اسلام، این رو برای خاموش کردن اونها، برای ناامید کردن اونها لازم دارن.
از اول انقلاب این یکی از هدفها بود. از سالهای اول انقلاب یکی از هدفهاشون همین بود که ایران رو بکشونن پای میز مصالحه و به دبستان بگن بالاخره دیدید ایران هم که ادعا میکرد مستقل است، ایستاده است، نترس است، شجاع است، بالاخره مجبور شد بیاد بشینه پای میز مذاکره. امروز هم همین هدف رو دنبال میکنن. این مطلب مهم نیست. وقتی هدف از مذاکره یک هدف غیر مربوط به مسائل اساسی است، یک هدف تبلیغاتی است، خب معلوم است طرف مقابل که جمهوری اسلامی است خام نیست، چشم بسته نیست. خب میفهمه که شما هدفتون چیست، متناسب با همون نیت خودتون جواب شما رو میده. اینم یه نکته. نکته سوم اینه که مذاکره در عرف آمریکایی ها و قدرت های سلطه‌گر به معنای این است که بیایید بنشینیم گفتگو بکنیم تا شما حرف ما را قبول کنید. هدف مذاکره اینه، بیایید بنشینیم حرف بزنیم تا بالاخره نتیجه این حرف زدن و گفتگو کردن این باشد که مطلبی را که شما قبول نمی کردید حالا قبول کنید. همین حالا در تبلیغاتی که اینها در مورد مذاکرات را انداختن که چند وقت لابد میشنوید سر و صدا و هیاهو دارن آمریکایی‌ها که بله با ایران مذاکره کنیم، چه کنیم، مذاکره مستقیم کنیم. تو همین حرفای امروزشون هم این معنا کاملا خودش رو نشان میده. بیاییم بنشینیم تا ایران رو قانع کنیم که از غنیسازی دست بردارد، از انرژی هسته‌ای دست بردارد. هدف اینه. نمیگن بیاییم بنشینیم مذاکره کنیم تا ایران حقایق را، ادله خودش را بیان کنه، ما از فشار رو مسئله هسته‌ای دست برداریم، از تحریم دست برداریم، از دخالت‌های امنیتی و سیاسی و غیره دست برداریم. اینه نمیگن. میگن بیایید مذاکره کنیم تا ایران حرف ما را قبول کنه. خب این مذاکره که به درد نمیخوره، این مذاکره که به جایی نمیرسه. حالا گیرم دولت ایران قبول کرد، رفتن نشستن مذاکره کردن با آمریکایی ها. وقتی هدف این است، این چه مذاکره است؟ خب معلومه که ایران از حقوق خودش دست بردار نیست. وانمود میکنن در تبلیغات که اگر ایران بنشینه با آمریکا سر میز مذاکره تحریم ها برداشته میشه. اینم دروغه. هدفشون این است که با وعده برداشتن تحریم ها ملت ایران رو وادار کنن که اشتیاق به مذاکره با آمریکا پیدا کنه. تصور آنها این است که ملت ایران دیگه حالا از تحریم ها به سطوح آمدن، پدرشون داره در میاد، همه چی به هم ریخته، پس ما بگیم خیلی خوب بیایید مذاکره کنید تا تحریم برداریم، یهو جمعیت ملت ایران را بیفتن که بله بیایید مذاکره کنیم.